از نفت میخواد چی یا مثلا پاسگاهیه راهنمایی اونجا حواست باشه خدای دیگه خوشحال باشه چرا چون دفترچه‌ای که ساده شده خب چون بود؟ خلاص یه گاهنامه کلاه کنه گفتن امید خدا دیگه یک گروش دیگه پرواز کنه انشالله یه میشه عجب روندیم پلاک 77 آ 932 آقای محمد ساعت چین کسی که شمیر جاوا در بیتگه؟ 7 نیم تا چونه؟ برابر برای انشالله تی سفر ادامه دوام به جای تشتی سر بان هر جا که سر بت انشالله استراحت کنن و صبح امید خدا چک کنن. خب آقای محمد آقای نعیم شما تو پاسپورت نزورتا که تردو کن؟ جان زورتا جنده پاسپورت سل کنین خب اینی همراه افراد یک لیست بیای تعلق داشته که جنده لیست یشی بڑی چپی پتو استکام بالش لوازم شخصی شما لیست تکمیله آقای محمد آقای نعیم تکمیل خب بسو که انشالله که بمید خدا یک دو قلم منطقه که آمان باید دو قلمی که من احتمالی نوشته تولومبا پنچرگیر گالون دالیتری خب چیزایی که لیست تا منطقه تولومبا و پنچرگیر و دیناب دیناب تسمه دیناب و گالون دالیتری خب ایشان به سلامتی انشالله شزایدان گرن و ادامه مسیر گمام رابط خب در این قسمت مایاتن و شده گالون تهیه کنن خب چون لیتری لازمه ماشین تا جا دارن؟ 10 لیتری ها؟ 10 کفایت اوکی چه مزیتیاته خب مسیر دوم تولومبا و چی لازمه؟ یک کلومه گیرن و وسایل پنچری گیرن مسیر جای پنچری خود دیگه دگر وقت خود کفا بنگیتره نیم 3000 چیه این باری یہ سفر انشاءاللہ توانن به سلامتی برم و بیامون انشالله که خواستن توانستن توانستن امید خدا خب تولومبای گفتن یه میشه گالون خب یه می سفر وسایل دوستان عزیز گنجه و روپاشی نه آره ده آده که نندن یک جای چیزی برن گوڑا بسم الله کن چون نیم تی معده خالی بی چه خبر؟ معده خالی مرویه چه هم محمد رامگو زودتر ناشتا چیز خالی کار موقع بوشل شروع که هر باش نه شما روازی که بریم پانگ و تونسر شما بریم پینگ و غانه سانسر هر سفری تا شما بازق سکی داره مثل که به قول داش کاظم رفیقنا جمع کنه آقای محمد که شاول سفر آمادت آقای نعیم که و داوطلبت و آقای راشد کهش پیام دیم داتا دلم گرفته مثل شبنمی که در انتظار چکیدن از برگی است خلاصه سک دل گرفته چون قرارت که گوما همراه بی ولی مشکلات پیشیات و همراه نبو که یه سفر من و محمد و نعیم فقط اور بودن نفر چهارم جای خالی یعنی سفری قصه بود خلاصه یک لاته مسائل دیگه ما فراموش کرده شهر زایدان مرد بود بخیری باید در شهر جدید وسایل تهیه کنم خب محمد در مورد سفر یک توضیح مختصر ده سفر شب ماهای قبل یک 2 ماه قبل قرار بود که ما برنامه ریزی کنیم و ما 5 نفر یعنی یک سفر ما 5 نفر همراهی کن من بین و آقا نعیم و آقا مهرالله حلیم و راشد که متاسفانه باز هم متاسفانه اول حلیم برای
زمینه فراهم نبود. در واقع یک سری مشکلات دارید، یک سری کارها دارید. حتی ما قرار یک نفری انتخاب کن ودی کن جایگزین که در غیاب ای کاران انجام دن و حتی اوتا یک هزینه دوانی که 10 روز چوی 20 روز چوی سفر فقط یک کبیر که کارا انجام ده. متاسفانه نفری هم گیر نیت حلیم ناچار بود علی رغم میل باطنی مانید و میتن. آقای راشد که من چبر مدهی گهتره चाहते हो नहीं भाई चाहिए वॉश करेंगे ما چیشنتی بریانی در جوڑا کنک سک دوشنا گنو جان د باز کریه مسیر یاتا भाई मोहम्मद अच्छे से गर्म भी तुम्हारे वो पिकनिक का انشالله گرم ماموری شنجام کندری बहुत चास्ट को मैं एकदम मेरी खतरनाक इन कचू मचू उठाता करते फवार नहीं ला मोहम्मद के शेशान तुरसी وزن استاد پمانه که دیو کم کم حرکت جو नहीं ها جو لیوانه دیشتا اونر چی گنده اجوری نرو بیرانی پچی محمد تو کچھ لیوان نر جائے چلو برداشت کیجیے پورتی ہے جمی تو پتی تو ہیر کرنا हाँ محمد جان در چه حاله الحمدلله خدا را شکر کنسک خبر ده الحمدلله خدا را شکر یہ ٹیما چائے چسبید بعد کل رانندگی ہم ایک استراحت کریں تنفس کریں ہم ایک چائے ورن کے رفت خستگی بھی تنشون نہیں परेशान मोहम्मद تمام করতে রোটে যায় চাদর নাস পেনে মানা জানে কেন বল মানা ইল্লা নে না واقعا محمد چه خبر سلامتی ندارم بسکن هیچ دیگه استراحت کرد و هن وسایل جمع کن انشالله که راه سفر رو بریم Bimana basate kuntagas. Sen çare basate kuntagas. Ta namaaz wante tenguri bia. Jai ja sara kana bar hukumat ki dastai. Wow.
محمد گشنگ نبوده ری ماچک درگه شکر است که نتونی گاز دی 80 در ری ها نه 120 ری گشنگی آد چون چای دیر گوڑ گوڑ است جام شاید بونی کوکوڑا یامانه تبریز کوکوڑ شمیتی اما تو گشت داری بازد الله اکبر آن وارتگه تو वाटर जाम करते नगर तुम्हें उफिन हो गया منطقه بنزین جاتم بخیره سلامتی انشالله به سمت بازرگان بین مسیر نشاطی باکانه باید ده پر کنید تو امکان داری مزرعه را پمپان بسته با اون تو مبین مکانید چون محمد خب یم شهر بازرگان دوشی مایده اتراق اینکو بقول مردک استراحت اینکو و مروش انشالله دربم پیدامه کاران آقای محمدم پچان اوتو کن تو نشته و چاری ماره محمد گوتو یک ماه ما شاگرد خیاطی تو وان موشن پوچات ما اوتو کنی مگر کراچی ری شهر تا که پوچ خراب بو تو این شهری کی سبب جو میرلا دوشی مگر پوچ ری دو پوچان من چی اوتر دوشی گیری شما اوتر مگر شو برگشت نه دوشی خوب ما دیگه روان سمت شهرها که یک خریداری به چیز انجام دم برای خاطره یمی هتل پذیرشی بگیرم شهر بازرگان مهمان پذیری صادقی دوستان سیستان بلوچستانی بیشتر امیر تشریف دارم یه ماشین که روگن موگن نیچی که کنن و انشالله به سلامتی حرکت بشن نظر در مورد شهر بازرگان چی؟ شهر جوانی ماشاءالله ولی من نظر می یا خیابانی داری دیگری نی مثل میرجاوا چه میرجاوی محمد تسیجه من موافقم گوتون ولی خب شهر شیکه یعنی اگر یک خیابان یک چیز یکی مرتبه آدم کسی را نمیتونه یک دوری قبل رسیدن به مرز باید تعویض روغن و کارا رو انجام بدیم رابطه دیمار باپا دکان که کوش گیرن رولا اینکه عجله داشته کوشان بیوش کرده مجبور نه کوش گیر با هم جار نزنه بنده خدا ماند بر انقدر در حال رفتنی اسم روستا چی همون اینجا؟ کشمش تپه ها روستای کشمش تپه کشمش تپه خب محمد در مورد روستای کشمش تپه چه نظر داری؟ والا نظری نتوانم دارم ما نوک در رنگ گردن گنده شونا کای ولی ظاهرا قشنگه ما پیاده روی کرده یا تجه تنها کفش فروشی روستا کشی هم بستن شیشه فروش یک کجور برد کوشم راولی نداری باشه بوده خب بیشتر هم شما ترکیه گرم انشالله چی ندارم الو یه کفش فروشی که بسته ایده که شما گنده یه هاکان جمعش کرده دوربر سنگش یه کرده که هاک مریچینگ آقا محمد ماشینه ببینن روشون تعویض کنن اما کان در حال انتظار امیلی چیه کنه؟ برگه واکسن منتظر کرد تایید بکنه تاییدیه بکنه برین دیگه چون ساعت؟ انشالله یک ساعت بھی مماثل ہے یا پیام جالب پیام پاپ امر نہیں ہے
شان حل نه طلبتش نه تلوی مروج تاریخ ساعت چین کرد هفتم باشه هفتمه ساعت 12 دیگه انشالله ره انشالله باشه سلامتی انشالله سلامت بعد تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت توانستن کارت واکسن خارجی تهیه کنن. قبل خروج از مرز حتما کارت واکسن خارجی و تهیه کنید که دواره مثل ما سرگردان ما به. درسته نه؟ بله چند ساعت منتظر بودیم؟ باز معطل کشت ما رو بری گرما 1.5 ساعت معطل بودم. او گمرای دوستان یادتون ده صبحانه برن سر مرز. محمد جان شونه؟ الحمدلله وضع بر وفق مراد انتو چای سوانه بر محل انشالله نه این بایی تا چانی گناه کم پچم برابر دیم من وطندار نباز دوست نبود ما نواز نه زنه خزانه رحمت خدا مهربانه. نه خیلی ما بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی بعد زانه پس مرز سرایاده تو هر چیزا تکمیل کنه پیشا محتاج ما به خب من صبحانه یاد املت ترکی در مرز بازرگان مرز بازنجان یا بازرگان چون آقای نیم دوشی واب چون اته ہوتلا راستا ماشاءالله هتلی باز برابری نیوات مرده کم کردی و از خوب تحویلی گیت مشمارا و جای هم برابر است 3-4 تختی هم داشت حمام و سرویسی هم برابر گرم خوب است که انشالله هنون دیگه عازمن که بریم پس سوریه جنگا تجانی محمد الحمدلله خدا را شکر برابر موچی دیگه باشه هتل ترک کنم بریم درسته؟ ها دیگه ما بسم الله میشه مستقر بودیم دیگه هنو بریم دیگه مای بره دامه داستان هوا باز سرده مروشیم قراریم که هور کن چون تو ایران 8401 برج 3 هشتم ایده داری هور کن ساعت ده گوشی بارندگی شروع یالا سکن چونه کنید کجا ما انشالله هنو دوغی بایزید ریم پا احمد دوی بایزید ریم پا ارزلوم و دوشید ساعت کرده و رنگن خدا چونک قرار دادیم دوشی ما شمارزا دیر یاتی یعنی یکم که ما یک مشکلی پیشت خود گمرکا و ترکیه کم که ما اذیت کو په ورود دیگه ظاهرا اکثر وطن زاند که شغانون کم که با سکه کمی اذیتی کو ما به هر حال ما یاتن دیگه با هر سکی کو یاتن و گشت شهرت این اطلاع را بدی کرد و البته توصیه کنیم که یا تو حتما چون هتل بازه قیمت گرفت یک دور دشاره جنن قیمت نمیتونه گرفت چون هتل بازه قیمت هم متفاوته هر یک قیمت رو سعی کن پایین بیارید که برات تو دان مستقر بود روی حساب اول قیمت گرفت گفتم انتخاب کردی جایگاه توصیه بعدی شما ایش شما که سیم کارت به هیچ عنوانش فروشگاه نشان سوال مکنه یک بازار مرکزی دارید همون قیمت گرفت سیم کارت هم ارزانه مناسب باش ما فعالش هم کنن و ان شاء الله که دیگه مشکلی پیش نمیاد باش ما دبی یزید بله دبی یزید ماما خدا باشی یک دیگه توصیه میشه که شما اگر چون فریاتور اگر چنانچه تی همراهنا تی مسیر زیان کرد همیشه باید یک رستوران یا هتلی یک استکان چای بورد وای فای وصل بید و تی لوکیشن اپ تی همراه گندت که تو نشید طریقه و تی هم نگیره در اسرع وقت بدی کن که نگران ما بید ان شاء الله میشم دبی یزید شهر تو من میگم کم داره بنشی شهر دیگه شهری پانده نه ولی خب شهر قشنگی
یاتنی هوټلې د چای ګورن انشالله حرکت کنم بیم په استانبول اردروم مرمون خو مشیم اصلی مقصد استانبول یم جایی که چای چیه کنه این باید چای پررنگن شیرینن اور لیمو شیرین موره کنن لیمو شیرین چای وره چیز دیپ چی ها هوټل یاری خاص نه ولی خو مشتری داری भाई चाय शी बास पोगंगे वली नींबू शीरीनी कारी ते चाय ते दोरदा वांद चाय वर्के अब कमाश्ती हमारे जो ना कवरी भी आ रही थी दौड़ता मैं जाने कोलन रंग चेहरे से मधुर मालूम अभी थे ना जानना बस कि भी यार चाचा पहुंच بس یه که میشه نجات کلا فرق گنگورشان میشه فنوتی اصلا گراوان زمین تاسو فرق ما انگار تمام مکانیک هسته که روی سفر باز سیل کنه یعنی هر جگه روین من یکی چار چمی سیل کنه چون نه کجا یاد تیم پوچان ورا کنه مودا بشی دایشیا شته یک چای پما یار تنه ما بلوچ یا وری سو بسره مما جنم ولا میں آرام میره طرف پر گوشت یک چای دیگه بیار اشت دست خالی برگشته یه ریکاندو نی بسره کته خب محمد جان یه شهر که شما گنده دبی یزید شهری بسیار جای آرام یه کوی خوب نامی داشت باز قشنگ کویت 5000 خورده ارتفاع داره یک خب تا چی کردی محمد جان؟ بازرسی از زیر ممنون اینگه یک طرفا فلاکس می پروشت که پلیس ترکیه دسته ما ابجوشان همون ما سرگردانه که شیشه فلاکس گیره انشالله خیر انشالله برین دیم حاصل کنم بارم انشالله فلاکس شیشه که ده گیره یا نه آقا یک توصیه دیگه نقشه همیشه آفلاین دانلود کنید که شما اینترنت چون اینترنتی ده باز تعرفش گرانه آفلاین که دانلود کنید شما نزدیک 15 گیگ تا 20 گیگ صرفه‌جویی بی توانید بدون اینکه به اینترنت وصل بید برنامه مپ کامل مسیر هر کشور را دنبال کنید بسیار عالی خب اونو باز کن ایرانی یا تو ایناش. آدرس را نزن خب بریم جلو بریم من بهتون توضیح میدم برای توضیح دادن میرولو اینجا باید. این برنامه رو حتما دانلود کنید که دیده باش مثل این برنامه دیما بلی دیما مشکل ما بود